این همه قایچی را دادم شا کی این همسایه همه سیمی تشگیر آخی قایچی را دادم شا میگم بیا خای بگیره بیار همین را kanatка بزنیم همین لیگوسترو را دا چادای نمیکنه جدای فلان خیلی نو قایچه ماینده که موسیقی بیار اون با قایچی این غاو سایرا نمیگیره او قایچی موسیقی همون را میامر دونم جا میگیریم ما توزاش میکردیم خیلی اکسونا دوست خیلی نمیشه دوست میخپیم op ای بچه دایی دشمه اگه جو دوست میوی سونا جان اخی سلطان کبیر ده هست خیلی ممکن اکای کامی السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام اکای کامی او ایزا دادیم اونو بیا السلام کنیم بیا دستی مبارک تا بگیریم اخی خوبی اکا تنجی رحمت شما نازین سودین تینجی رحمت خیلی خدون ناز باشید اکای کامی جون میگم در این هفته گرمی عرقی گردن ریخته کجا رفته سی کور دارد اسم خیلی ای همه دا عبیتیگر خوان در خونه باشو اکا خود کور دا میره عبیتیگر دا هیچ کنم کور باید ما فکر کردیم که ورزاب اودیخینی رفته سی گام میتینه دودا من ورزاب نام شاشی نمیدم نمیدونم ولی نمی کدام طرف دای ورزاب خدا سونا جون ای اکای کامیلا پول مجبور کرده برای همون کور رفته سی نه زندگی مجبور کرده به فکرم سعدی جون نه ای اکای کامیل ای خیلی پول مجبور نکرده باشه زندگی مجبور نکرده باشه کی مجبور کرده گنه زنم مجبورم کرد مردک جان تو چیخته عصبی میکنی برای چیخته عصبی میکنی تو کارت نکرده باشی آخی نه بود شوخی عصبی نشه مردک نه آخه گوش که انگام سر اونا علامت میکنه آخی شما میستین میگردین آخه من سه شاوشه دینا خونه دارم باور که میستم هم خزیق میشم همین پرابلم مرا چخیل ما حل کنم همین پرابلم مرا چخیل کنم آخه شما میگین میستین باور که السلام علیکم نازی انگا سوزی اکای کامیل جون چخه اکای سونا جون چخه نازی انگا سوزی سلامتی ها بچه چی پرابلم های گاوزا ما حل میکنم میگم سعدی جان همین عدل خمون درست دیگم شناس نداری همین عدل خمون اکای کامیل جون کاکراس یا جوری ما همون درنی عدل دای اینا یه در نوم صدقه همین یه پرابلم دارم امرا گفتم بگم تا حل کنه یعنی میتونه حل کنه امرا میگوشه بند میتونه نه دکراده اکا این اون زنگ میزنم همش حل میکنه بشوخی او جورایت چیکاره چیکاره ها سر و چیپ کی دری عدل ده محکمه ها تیک 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 ها تیک تیک تو میخندی کو؟ خیلی میکنم سیایی لغت کرد میدونی چی؟ همین دینه چی ده وقتی اوتتی اومدن کو تاد و چد اومدن خبرگیری اومدن کو همونجا چی ده گیره کردی؟ گردن اوتتا گرفتی گیره کردی همین خدیلم سوخ کی مرا باور که همسایه دپیچ همسایه شرمنده کردی مرا خری مرا گیره کنم آخه یه هفتهش دادم و ندیده بودم یاد کرده بودی؟ یاد کرده بودم خیش بزن و بعد شوا چو یاد نمیکنی شا؟ آخه شوا خوابن باید نه گفتم که اگر شوا یاد کنی تلفن میکردی گاو میزدی خطی و تطیه خیش بزن و بعد ای چی یاد کو؟ سر دمه مونه کو تاقی خطیش چی موی کپک باره نکو تو رو تاقیمه میگی؟ سر آبازی کردم نپوشیدم شما برای چی نپوشیدی؟ خودت گفتی کو اجاره رنگ خانه خودم فکر کردنگیر برای هم که نپوشیدم خیلی خانه خودم فکر کردی؟ خیلی این تریبه دم نیده آنکا چی کردی؟ آش خیلی برای چی را آش کرده باشی بیار در سرخانه خطی تربوز هم بیار تربوز آورم کو خلاده نیده موندی؟ تربوز در خلاده یخ کرده بود در دخوفکه موندم تربوز در دخوفکه ده موندی؟ در جای شما در دخوفکه میمونم این کرنگه چه وای در خلاده نموندی و خدام خلاده میسته وای خنگ میشه میخوریم خیلی برای بیار تربوز خطی آش بخوریم آخی خیلی نه حوزی میبیارم بله آش
قریب 6 سال بود که آش نخورده بودم خانه. خیلی آش نهارده میخوردم و هرچی مورا خانه ده میکردیم در آش. یه بیا جینجانی بیا جینجانی چه سوزی نه سلام کدو چیه زور ای با این چیه ای با این بوکاشکه اوه سگره بالا یا این پریومای نوا با اینا دیلا یاد گرفتم دیله یاد گرفتی؟ ملادیس چی تمام یه جینجانی خوش آمده جینجانی جینجانی ای با هم پریومای نوا ملادیس خوش آمده جینجانی مادر کی گفتی؟ ای جینجانی ایزنک جان جینجانی وو این جینجانی که همه خواهشا را اجرا میکنن همون جینجانیه نه زنک ای وای جینجانی نیسته بای کیه؟ ای جینجانی همسایه همه که بوی اوقات فهمید با پیدا میشه زندگی از مرا بوده هم دلی دیرینه را میخراشد یادایم درد و داغ سینه را درد و داغ سینه را زندگی سلام علیکم نخیزی سوزی اکن ساعتی سلامتی خوبه چخیر سلامتی خود کیش خیلی خیلی چی شده سیون کرده سال بیدیم اخی؟ کجا سر نکنیم حالی منیجه نیومده بو نیومده و با زنگش نزدی؟ زنگ زدم نمیبرداره ها؟ زنگش میزنم نمیرم و جواب نمیتیم ببینم آیا کلام تو اینه آما السلام علیکم سلام سعدی سلام قربان سازی قربان سازه کجا نمیگردی دیر کردی؟ بخششی زیاد دیر کردم رفته میریم سیونکا با دیر نکردی من خیلی کیم کجا رای دور میخیردم میام که همین سیونکا منو تیز بود کنیم من بخیردم برم توریم ناشده خونه دا برسم کجا نمیگردی؟ کلام تلفون تا نمیبرداری؟ روز دیگر در خونه دوزنده بودم بخششی زیاد دیر کرده باشم در خونه دوزنده بودم دارم چی؟ در پیش دوزنده بودی؟ اول منم میبخشی منیجه جون ای وقتی که من ترم میشناسم تو در تنت یک کرته داری تو همین قشمه را بگو که تو در پیش دوزنده چیکار میکردی که با همون کرتت اومده ای اکای سعدی اکای کمیل شما مرا باور کنین ای پیش دوزنده اومدم فهمون منیجر همی کرتاش میداره میره پیش دوزنده میدوزه میپوشه بوم بیای سیونکا